بسم الله الرحمن الرحیم. ما در جنگل قرار داریم. لحظه برای خوشگذرانی وقت، برای استراحت و یک گوشه آمدیم تا اینکه کمی باشد هم استراحت کنیم. اما میدانید برای یک نفر 30 سال عمرش در جنگل های افریقا گذرانیدن حیاتش را در راه دعوت چگونه بود؟ روز دکتر عبدالرحمن سمیت با همراه دوستانشان از مدینه منوره به سوی خیبر روانه می شوند با یک ماشین کاندیشنر و راههای راست. تقریبا 1 ساعت و 20 دقیقه در راه می گذرد، خیبر می رسند. دوستانشان برایشان می گوید که دکتر ما شما را زحمت دادیم 1 ساعت و 20 دقیقه در ماشین. دکتر یک تبسم میکنند، میگویند 1 ساعت و 30 دقیقه با ماشینه های امروزه کامفورت، کاندیشنر، راه راست، این برای ما استراحت است. میدانید و از حیات خود نقل میکنند. آیا میدانید کی بود عبدالرحمن سمیت یا عبدالرحمن سمیت؟ یکی از بزرگان داعی های عصر ما و شما. میگوید سفرهای من، رحله های من در افریقا، یکی از سفرهایش را نقل میکند. میگوید در ماشین سواره بارکش، تصور میکنید در ماشین بارکش، در بغاش، در قفای همان 18 ساعت تصور میکنید در جنگل ها، در بیابان های افریقا چقدر حیوان های درنده دارد در اونجا. 18 ساعت من سفر میکنم در بغاج نشسته. میگوید روزی از روزها بود که در پیش راه ما یک بطلاق کلان برآمد و ماشین چپه شد، دیگر نمیشود با ماشین راه گشت. تصور میکنید تا پیش سینه بطلاق، تصور میکنید 4 ساعت با بطلاق راه گشتند و به یک قشلاق، یکی از دهه های افریقا رسیدند. این مرد بزرگوار 30 سال حیات خود را در راه دعوت صرف کرد. نتیجه 11 میلیون نفر در دست او اسلام را قبول کردند. میدانید باز چیکارها کرد؟ این مرد اصلا در کویت تولد شده بود، در یک عائله‌ای که بسیار ثروتمند. میدانید در عراق فاکولته طب را ختم کرد، اینچنین در انگلیا و در کانادا رفت تحصیل عالی کرد. دانشمند بود، طبیب بود، ثروتمند بود. همراه عائله‌اش، همراه همسرش رفت 30 سال در افریقا، در همون شرایطی که عموما اصلا شرایط زندگی نیست در آنجا. تمام بیماری ها در آنجا، ملاریا و دیگر چیزها، همه چیز وجود دارد. اما این مرد بزرگوار در آنجا رفت و 30 سال عمرش را در راه دعوت گذرانید. همسرش میگوید همسرش تمام ثروتش را در راه دعوت همراه شوهرش راه الله صرف کردند و خرج کردند. میدونید همسرش، زوجهش یکی از زنهای ثروتمند بود. میگوید 330 میلیون ریالش را در راه الله صرف کرد. 330 میلیون. تصور میکنه در افریقا، در آن جایی که قدم انسان ها، قدم بشر نرسیده بود، ما و شما حتی تصور نمیکنیم، در همونجا رفت دعوت میکرد. آغاز دعوت او میدانید از کجا سر شده بود؟ سال 1974 در انگلیا در یک مؤتمر، در یک کنفرانس کلان اشتراک میکند. وقتی دانشجویش اشتراک میکند، در همونجا پاپا واتیکان صحبت میکند و میگوید تا سال 2000 متری که افریقا همه باید نصرانی شوند، همه باید کریستیان شوند. این به گوش عبدالرحمن سمیت میدراید و از همون لحظه برای خود به یک قرار میباید، میگوید من باید پیش راه این را گیرم. یک نفر مقابل چندین دولت ها رفت به همونجا، یک سوزن برگولی واتیکان شد. در 34 دولت افریقا دعوت میکرد. مؤسسه ها داشت، مؤسسه های تعلیمی، حتی 4 دانشگاه بنا کرد.
زیاده از 5700 مسجد بنا کرد در همانجا. چقدر یتیمان را در آنجا کفیل گرفت. روزی میگوید یک زن با فرزند یتیمش به نزدش میباید و طبیبی که همراه او کار میکرد میگوید دکتر شیخ دیگر وای فرزند این زن میمورد، دیگر به قید حیات ماندنش یگان ذره امیدی نیست. میگوید اگر ما برای او مال جدا کنیم، برای او یک دارو جدا کنیم حیف میشه، خواه نخواه وای کودک میمورد. زن زاره میکند، گریه میکند در نزد دکتر و دکتر میبراید گریه میکند، به حال این زن رحم میکند و میگوید چقدر است مبلغی که برای همین صرف میشه، چقدر است، و از مالی از جیب خودش میگیرد به همون زن صرف میکند برای کودکش. بعد چندین سالها یک جوان خوشقامت و زیبا میباید که 30 پاره کلا قرآن را حفظ کرده است، قاری قرآن شده است و میگوید من باید دکتر عبدالرحمن را ببینم، زیارت کنم. میگوید تو کی هستی؟ به نزد دکتر میدرورن. میگوید دکتر مرا شناخته؟ میگوید نه، آخر من 15,000 کفیل را کفالت گرفتم، من نمیدونم. میگوید من وقتی کودک بودم در حالت مرگ قرار داشتم، شما برآمدید و از جیب خود به مادر من دادید و مرا کفیل شده. من همون کودکی که طبیب گفته بود که این میمورد. امروز الحمدلله من کلان شدم، به وایه رسیدم و حافظ کل قرآن شدم. این بود دکتر عبدالرحمن سمید در بیابانها و دشتها و جنگلهای افریقا. میگوید چندین بارها ما را چند قبیله های وحشیناک میگرفتند و میخواستند حبس کنند، میخواستند قتل کنند. بارها برای من تیر پرانیده شد. اما عزیمت را ببینید در راه چی؟ در راه دعوت. و نتیجه این متری که سیاه چنانه که میگویند افریقا، چندین وزیرها همه شاگردان و نفرهایی بودند که در زیر کفالت این بزرگوار تربیه یافته بودند. سال 2013 15 اوگوست دکتر داعی و چنانه که میگویند یکی از لقبهایش رجل به امه، یک مرد بود ولی امت بود، از این دنیای فانی رحلت میکند و چشم میپوشد. الله این بزرگوار را رحمت کند و الله در این امت اسلامی مثل دکتر عبدالرحمن های زیاد الله خودش نصیب کند. دکتر محمد موسی شریف یکی از قصه هایش را نقل میکند. میگوید در لبنان بودم، روز صحبت میکردم، بعد صحبت یک نفر به نزدم آمد، گفت دکتر مرا شناخته؟ گفتم نه. میگوید میدانید شما سال فلان در آلمان رفته بودید و صحبت کرده بودید، من در همونجا اشتراک کرده بودم، در یاد دارید؟ میگوید نه. یک گراژ بود، در همون گراژ جا کرده بودیم و شما در همونجا صحبت کرده بودید. دکتر میگویند وقتی گراژ را گفت به یادم آمد. گفتم بله درباره عبدالرحمن سمید صحبت کرده بوده. میگویند بله. میگوید بعد صحبت شما من چیکار کردم؟ خواستم به افریقا رفتم، 7 سال در آنجا دعوت کردم و الحمدلله 3000 نفر اسلام را قبول کردند و پذیرفتند. البته از این گفته ها شرط نیست که ما و شما خیزیم و به افریقا، سوی افریقا رحلت کنیم و سفر کرده گویم دعوت. نه، نفرهایی هستند که این صحبت را شنیده ایستادن، ثروتمند هستند. نفرهایی هستند که دانشجو هستند. نفرهایی هستند که معلم، مادر، مربی. هر یکی ما و شما، مسئولیت ما و شما، آن چیزی که خداوند برای ما و شما داده است، اگر در قلب ما و شما عزیمت قوی و نیت صادقانه باشد، ما و شما هم میتوانیم در راه و در جایی که خداوند برای ما و شما را مهیا کرده است و داده است، میتوانیم مثل این بزرگ باشیم. الله سبحانه و تعالی ما و شما را موفق، سربلند و سرفراز گرداند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.